بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم من دکتر نجم سما شفاجو با یکی از ویدیوهای معلوماتی در مورد صحتمندی زنا و دختران. زیادتر خانم‌ها در زندگی خود از داشتن سیست یا کیست یا آبله در تخمدان شکایت میکنند که این آبله یا سیست آیا خطرساز است یا نیست، آیا پیش دکتر برن یا نرن، تداوی بکنن یا نکنن. این سوالات هست که در ذهن اکثریت خانم‌ها و دختر خانم‌ها میگن. به خاطر از اینکه معلومات ساده براتون پیش کرده باشم، خیلی سابسکریپشن، لایک و کامنت فراموش نکنین و مشکلاتی که شما دارین میشه که تای کامنت ها بر ما بفرستین تا معلومات در مورد ویدیوهای دیگه براتون زیادتر و خوبتر بدم. سیست تخمدان چی هست؟ چرا پیدا میشه؟ آیا این سلیم است یا خبیث است؟ خانم‌ها در هر ماه یک تخمه پخته میکنن. چی ازدواج کردن، چی ازدواج نکردن. در ماه یک تخمه یا دو تخمه به پختگی میرسه و بالاخره این تخمه از پوش مبراه. خانمایی که حمل میخواین و نصیبشان باشه این تخمه میره به طرف القاح شدن و حمل میشه و کسایی که حمل نمیخواین اونا تخمه آزاد میشه و به شکل عادت ماهوار دخترها و خانم‌ها ایده تجربه میکنن. حال سوال ای است که چی وقتی سیست میشه؟ در این موقعی که این باید از پوش برایه، در یگان خانم‌ها از پوش نمیبره، پوش دبل شده میره و مایع در بین امی تخمه تجمع میکنه بالاخره کلان میشه، نامشه سیست میمانن. در حقیقت سیست کدام چیز خطرناک نیست اگر ساده باشه. اونمو تخمه هست که آزاد نشده در پوش بند مانده، هیچ خطرساز نیست. در دیگه ما یا خود با خود نبره و یا هم اگر مشکل ایجاد کرده باشه دکترتون براتون بعضی توصیه های لازمه را میکنه تا او شود خلاص شود. به هر صورتش چی وقت این سیست خطرناک گفته میتونیم؟ در حالاتی که سیست پوشش دبل باشه، در حالاتی که در داخلش پردگکا باشه، این پردگکا غیر منظم باشه که در معاینه تلویزیونی معلوم میشه و خوشایند نباشه و خانم اعراض مثل دلبدی، استفراغات و درد شکم و یک احساس پوری بعد از نان خوردن داشته باشه، افرازات غیر نرمال از طرف دامن داشته باشه، در مجموع یک حالت ضعف و کسالت داشته باشه، در این حالات خطرساز بوده میتونه. اما در حالاتی که یک دانه باشه، پوشک نازک داشته باشه، درونش پردگکا نباشه، داخلش مایع ساده باشه، خانم و قدر درد و قدر بی‌نظمی های عادت ماهوار زیاد نداشته باشه و دردهای شکم و نارمی های طریق هضمی و ضعف و کسالت و بیشتری نداشته باشه، این دقیقش نشین. میشه که این سیستا یک طرفه باشه، دو طرفه باشه، میشه که همیشه دوام بکنه، از بین نره. یگان دفعه هیچ از بین نمیره، شما هیچ نترسین. مخصوصا در سنین جوانی اوقدر به سرطان تبدیل نمیشه، اما بعد از سنین 60 و 65 ممکن است که تحول بکنه به سرطان ها و خطرساز شود. اما فراموش نکنیم که در سن جوانی هم یگان دفعه سرطان میشه. این رو چطور خیلی تشخیص بکنیم؟ یگان دفعه به صورت تصادفی یگان خانم‌ها میرن پیش دکتر، میگن که معاینه تلویزیونی شکم خدا بکنن یا حمل خدا حتی معاینه میکنن. در جریان حاملگی هم یگان دفعه سیست پیدا میشه که این اصلا قابل تشویش نیست و حتی بر جنینتان، بر طفلتان مواد مغذی تهیه میکنه، اما موادی که حملتان حمایت بکنه، ات مواد برتان افراز میکنه و هورمون تولید میکنه. در جریان حاملگی هیچ نترسین، تا که اونمو علائم را که گفتم که نداشته باشین هیچ نترسین. بعد از تقریبا هفته 20 حاملگی خود به خود از بین میره. یگان دفعه هیچ گمان نمیشه. شاید شما 5-6 اولادم داشته باشین اما هنوز هم سیستتان سیست باشه، هیچ که او در پولی تخمدان ممکن است که یک سیست باشه که او هم به خطر است، از این هیچ وقت نترسین. و در حالاتی که بازم میگم که سیستتان
خدا نخواسته تو خورده باشه و یک درد شدید در شکمتان احساس بکنین و دلبدی و استفراغ پیدا بکنین که او دیگه باز بد نهاده میسازه که زود خدا برسانین پیش دکتر که عملیات شین. در غیر از او علاج بتین، هیچ دمی قصهش نشین. خلاص یک دفعه خبرش بگیرین، یک 3 ماه بعد 4 ماه بعد که کلان نشده باشه و خدا نخواسته تحول به خباثت نکرده باشه دیگه هیچ قصهش نشین. معاینه تلویزیونی تصادفی گفتم که این سیست تشخیص میکنه، یا هم درد زیرای شکم می داشته باشین، در زیرای شکمتان احساس میکنین که لق میزنه، یک کتله یا یک درد مثل لق زدن وار احساس میکنین که در معاینه تلویزیونی معلوم میشه. یا ای که به خاطر تشخیص پیشرفته تر میشه که برتون دکترتان سی تی اسکن یا ام آر آی تجویز بکنه، و یا هم به خاطر از ای که امی سیستتان خبیث است یا سلیم میشه که یک معاینه خون برتون ضرورت باشه که تایید بکنه و یارت بکنه سلیم بودن و خبیث بودنشه. چی وقت تداوی بکنیم، آیا تداوی کار داره یا نداره؟ بسیاری خانم‌ها و دخترها زیاد سوالشان همین باشه. در صورتی که دکترتان برتون میگه که من شک دارم که امی شاید خبیث باشه، برتون میگه که این زود یا پس میکنیم یا کیمو بگیرین یا رادیوتراپی بگیرین، یک رقمی را پس بکنین. در اون حالات یا معاینه خونتان برتون نشان میده که خبیث است، یا ای که فشار آورده سر نفیرایتان و بند ساخته نفیرایتان، یا ای که اراز طریق ادراری برتون پیدا شده، ادرارتان بند کرده، یا فشار میره سر مثانه که زود ادرار کردن میرین و مجبور هستین که زود بدوین تشناب، یا ای که به طرف خلف فشار آورده باشه، سر رودایتان فشار آورده باشه. در غیر از او هیچ قابل تداوی هم نیست. علاج بتین خلاص خودش ممکن است در ظرف 1 ماه 2 ماه 3 ماه 6 ماه ممکن است که گم شود. اما بیخبر از وجودتان نباشین. کوشش بکنین که معاینه تلویزیونی، معاینه خون یک دفعه تعقیبش بکنین که خدا نخواسته به خباثت اگه تحول کرده باشه که شما با خبر وجودتان باشین. به خاطر از این که تشویش مادرها رفع شده باشه و تشویش دختر خانم‌ها رفع شده باشه در قسمت تداویش، بعضی از تداوی‌هایش بعضی دکترها ترجیح میدن که دوای قطارکی یا مدواگکایی که هر شب خورده میشه بر ایجاد وقفه بین ولادت‌ها، اونو دواها را میتن برای بی‌نظمی‌های عادت ماهوار که هورمونا را در موازنه بیاره با سیست دو شوه. از اینی تشویش نداشته باشین که دخترای خانه هم برای تداوی بی‌نظمی‌های عادت ماهوار میتونه که از دوا استفاده بکنن، اما مادرها در جریان باید باشه، به خاطر که مادرها زیاد تشویش میکنن، زیاد مهربان میباشن. پایوازایتان در جریان بانین که شما از اینی دوا به اینی مقصد شما استفاده میکنین که تشویش نکنن. بر شما صحتمند